نمایش استیصال رژیم با عربده‌کشی‌های پاسدار سلامی. پاسدار حسین سلامی، گماشته علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، در آخرین شوی خود با نوع بیان جملاتش اوج استیصال و درماندگی رژیم و اقتدار مولایش را به نمایش گذاشت. در عرف متداول و مرسوم دنیای امروز، هر کدام از زمینه‌های زندگی انسان در دنیای مدرن دارای فرهنگ و گفتمان تخصصی مربوط به خود است. چنانچه در نظام مهندسی، پزشکی، کامپیوتر، تحقیقات، صنعت، فضا، تجارت و بازرگانی، بازار و غیره هر کدام دارای قاموس مختص به خود هستند. اگرچه این عرصه ها هر کدام دارای اصطلاحات، لغات و حتی نوع تلفظ و ادای مربوط به خود هستند، اما در عرف سیاسی و دیپلماتیک ملغمه ای از قاموس ها در هم ادغام می شوند. حال که عرصه بر رژیم تهران تنگ و تنگ‌تر گشته و آنها و موجودیتشان در تمامی زمینه‌ها و در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با چالشی بی سابقه و جانکاه روبرو است، پاسدار سلامی، سکاندار خامنه‌ای در سپاه پاسداران، با فرهنگ خاص خود نیز به میدان می‌آید. نامبرده بدون بهره‌گیری از هیچ کدام از قاموس‌های رایج و مرسوم و صرفاً با توسل به ادبیات نازل لومپنی خود با عربده‌کشی به اسرائیل و اقلیم کردستان می‌تازد. از خصومت تاریخی شیعه‌گری و تبلور آن، یعنی جمهوری اسلامی با یهودیان و یهود ستیزی که بگذریم، مشکل عمده رژیم اسلامی با کردها و مردم کردستان است. در کل رژیم اسلامی حاکم بر تهران ملغمه ای از نظام‌های توتالیتر، نژادپرست، خودمحوربین، دیکتاتور و ایدئولوژیک است که با میراثگیری و ترکیب دو خصلت خودبرتربینی و خود حق مطلق پنداری از منظر ایدئولوژی دینی از بدو پیدایش خود تا به امروز، رسالتش نفرت پراکنی، ایجاد خصومت و دشمنی، جاه طلبی، زیاده خواهی، ترویج خشونت و تفکیک و دسته‌بندی انسانها بر اساس باورها و تفکراتشان است که نحوه تعامل و برخورد خود با آنان را درجه بندی نموده و بر اساس این معیارهای خود ساخته مورد قضاوت و داوری قرار می‌دهد. در این دسته‌بندی ها نیز کردها چون کافر تلقی می شوند در زمره سایر کفار واقع شده و در قاموس رژیم اسلامی با کفار محشور می شوند. بله، مکتبی که پاسدار سلامی ها و قاسم سلیمانی ها را پرورش داده و بار آورده است، چنین به انسان می نگرد. زنده و اکتیو بودن کردها و عدم تمکین کردستانیان به رژیم‌های مستبد، دیکتاتور و خودکامه و همچنین پتانسیل موجود در کردستان که ناشی از آگاهی و آمادگی مردم این سرزمین است، موجب خوف و وحشت رهبران و امرای پاسدار سلامی شده است. اعتراضات دیرهنگام اما رادیکال و بنیانکن که در مردم سرتاسر ایران نزد گرفته، سایه کابوس مرگ را بر کلیت رژیم اسلامی گسترانیده است و آنها از پیشتاز و پیشگام بودن کردها آگاه بوده و به وحشت افتاده اند و این عربده کشیدنها تنها نعره‌هایی هستند از سر استیصال و برای مخفی نمودن ترس و واهمه‌ای که تار و پود رژیم را تنیده است. آنها خوب متوجه این واقعیت شدند که کردها به طور عام بستری کاملا آماده و قوی هستند برای هر گونه تحولی در خاورمیانه و به طور خاص و با توجه به سابقه و پیشینه جنبش کردستان و کردها، محور و تکیه‌گاهی در راستای تحولات آتی در ایران. آنها خوب می‌دانند که رفتنی‌اند. اگر با تسلیم شدن به غرب و مطیع و رام شدن و یا سرکشیدن جام زهری دیگر و نرمشی قهرمانانه و یا ترفند صلح حسنی، همان گونه که روحانی میگوید در اگر تسلیم شدن ما به آمریکا آنها حاضرند به ما کمک کنند، بتوانند سر پا بمانند با خروش و سیل بی امان مردم گرسنه تحقیر شده به سطوح آمده، چگونه میتوانند از مهلکه برهند؟
با اقدامات اخیر و انگولک کردن مزدوران خارجی خود و آتشبازی ابلهانه‌ای که در حاشیه خلیج و دریای عمان را انداختند، نشان دادند که بخش‌هایی از آنها نسبت به راه‌اندازی جنگی دیگر بی‌میل نیستند و چون در هر صورت رفتنی هستند، مایلند در تاریخ و برای اندک باورمندان خود وجهی دست و پا کنند تا همچون افسانه صحرای کربلا ماندگار شوند. این آتشبازی ها هم بهانه هجومی خارجی را فراهم نموده است. اما نباید از خاطر برد که جنگ است و دارای تبعات و عوارضی هولناک. مردم نباید تن به کشتار و ویرانی دوباره بدهند و تنها راه اجتناب از جنگ نیز به میدان آمدن متحدانه، فراگیر، گسترده، مداوم و همصدای مردم و با خواستهای معین و مشخص در راستای جلب و جذب حمایت جهانی و سرنگونی رژیم جهل و جنون و جنایت اسلامی حاکم بر ایران